میگوید که من ندیدم هیچ کس رو که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن شبیه باشه به پیغمبر به قدر جناب فاطمه سلام الله علیها. بعد میگوید که کانت اذا دخلت علیه رحب بها. وقتی جناب فاطمه سلام الله علیها وارد بر منزل پیغمبر میشد، حضرت مرحبا ترحیب میکردن، خوش آمد میگفتند و قبل یدیها، پیغمبر دست مبارک فاطمه زهرا میبوسید و اجلسها فی مجلسه، اون رو در جای خودش مینشوند. احترامی که پیغمبر برای این دختر، این بانوی بزرگ همه دورانهای بشر